امروز میریم سراغ یکی از سوالات مصاحبه و طراحی سیستم که معمولاً پیش میاد. فرض کنید یک سیستمی داریم توی حوزه پرداخت و این سیستم به خاطر نوسانات شبکه ترانزکشن هاش فیل میشن یا تراکنش هاش فیل میشن. چطور بیایم یک ریترای استراتژی رو براش طراحی کنیم که کاربرمون تجربه بدی نداشته باشه؟ یه نکته که باید بهش دقت کنیم، ریترای پشت سر هم نباید داشته باشیم و نکته خیلی مهمتر اینه که سیستممون دوباره دبیت نکنه این ترانزکشن هایی که داره انجام میشه و بشه این سیستم رو هم روی هزاران تراکنش اعمالش کرد. اگر آماده پس بریم این سیستم رو با هم طراحی کنیم. خب میریم که این استراتژی ریترایمون رو پیاده کنیم و یک سیستمی رو طراحی کنیم که اون 3 شرطی که گفتیم رو بتونه پاسخگو باشه و کاور کنه. اون 3 شرط چی بود؟ یکی این که تجربه خوب کاربر رو حفظ کنیم، از اپلیکیشن جلوگیری کنیم و همچنین موضوع مقیاس پذیری یا اسکیلینگ رو هم در نظر بگیریم. خب اینجا هم میام مرحله به مرحله این دیاگرام رو براتون رسم میکنم. خب اول اسم فایلمون رو عوض کنیم، بذاریم retry strategy. خب توی اینجا ما به چند تا اصطلاحاً باکس نیاز داریم که من اینجا میکشم، بعد دونه دونه میگم که هر کدوم کجاها استفاده میشه و میریم سر وقتشون. خب که یوزر رو داریم، دیگه چی داریم؟ یک API، بعدیش payment DB و فکر میکنم یک outbox، یه بروکر، ورکرها، PSP یا همون مقصدمون که خود بانک میشه، و اسکیجولر و DLQ و همچنین موضوع مانیتورینگ. خب اول بریم سراغ ساختار کلی این سیستممون. این سیستمی که ما اینجا الان ترسیمش کردیم شامل مجموعه ای از کانسپت ها و ابزار هاست که ابتدای ریکوستش از سمت فرانته. API ما درخواست رو میگیره، یعنی اینجا یوزر و API رو میذاریم و با یک فلش به هم بستشون میکنیم. خب حالا وقتی که API ما ریکوست رو میگیره میاد توی دیتابیس ما، یعنی payment DB، یک رکوردی رو ثبت میکنه و بعد از payment DB هم میاد این ترانزکشن رو داخل یک اوت باکس می نویسه، یعنی به این صورت. بعد از اوت باکس هم یک ورکری داریم که میاد از طریق میسیج بروکری که بود، یعنی این قسمت، میاد و یه جابی که هست رو میگیره و میره سراغ اون کاری که باید انجام بده، یعنی عملیات برداشت و ارسال به PSP. اگر تو این عملیات خطا داشته باشه، ورکر مجدد میاد و تلاش میکنه و ریترای میکنه، انقدر این کار رو انجام میده تا به اون
استیتی برسه که مجبور میشه این ترانزکشن رو بفرسته به DLQ، یعنی اینجا. خب و ریکوست و تراکنشی هم که میره توی DLQ توسط اپراتور یا فرآیندهای بعدی میاد و پیگیری میشه. من رنگ این رو عوض میکنم که بدونیم دقیقا این چی کار میکنه. خب ما یک هپی سناریو داریم یا یک هپی پسی داریم که به همین صورته. یوزر میاد ریکوست رو میزنه، API ریکوست رو به دیتابیس میفرسته و دیتابیس میندازه توی یه آوت باکسی و آوت باکس و یه بروکری داریم که از اون میاد میخونه. بعد یه ورکری داریم که میره از تو بروکر چیزایی که داره رو میگیره و میفرسته و میره سراغشون که کاراشو انجام بده. و بعد از ورکر هم ما چه چیزی داریم؟ عملیات بانکی رو داریم که اینجا دیگه عملا یک سناریویی که هپی پسه و تمام. خب این میشه هپی پس ما. ولی ما توی سناریویی که مطرح کردیم هپی پس نبود، جایی بود که فیل شده بود ریکوست یا تراکنشمون و نیاز داشتیم که بیام یک سناریو، یک طراحی سیستمی برای این سناریو داشته باشیم. تو مسیر موفق API رکورد رو میسازه و یه جواب فوری رو به کاربر میده. یه چیزی که باید اینجا ما در نظر بگیریمش موضوع آیدمپوتنسی کیه. روی هر درخواستی که از سمت کاربر داره میاد باید یک یونیک ایندکسی رو ما قرار بدیم و این یونیک ایندکسه در واقع همون یونیک ایندکسی که روی پیمنت تیبل میره. منظورم این نیستش که این دوتا یکی یا مقدارشون یکیه، شاید لزوما مقدارشون یکی نباشه، یعنی بسته به اون طراحی سیستم، ولی اینا باید یک کلید یکتایی داشته باشن که به ازای هر ریکوست هر کاربر اینا کاملا تفکیک بشن از هم. اینجا ما یک آیدمپوتنسی کی میخوایم، آیدمپوتنسی کی. این تا اینجای کار. آیدمپوتنسی کی رو هم اینجا اضافه کردیم. در واقع آیدمپوتنسی کی کلید اصلی جلوگیری از دوبار کسر شدن از حساب کاربره. هر درخواست حاوی یک کلید یکتاست و جدول پیمنت ما محدودیت یونیک رو روی این ستون مربوط به آیدمپوتنسی کی رو باید اعمال کنه. یعنی که هر درخواست باید یونیک باشه. حالا این میتونه با استفاده از UUID باشه یا حالا هر چیز دیگه ای. این آیدمپوتنسی کی باعث میشه که وقتی این کلید رو به سمت PSV مونم داریم میفرستیمش، اونجا هم از داپلیکیت کردن پیشگیری بشه. یعنی ما با استفاده از این آیدمپوتنسی کی تو 2 مرحله از داپلیکیت جلوگیری داریم میکنیم. یه حالتی که ما اول بحث گفتیم و سناریوش رو مطرح کردیم بحث این که تایم اوت داشته باشیم و عدم قطعیت یا یک ترانزینت فیلیری باشه. اینجا میایم از ورکرمون به بانک یه تایم اوت میگیریم، یعنی یک فلش دیگه اینجا میکشیم. خب ولی این فلش رنگش به این صورته و تایم اوت داره. اینجا الان این ریکوستی که اینجا هست تایم اوت شده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این ریکوست باید بیاد بره توی اسکیجولر ما و بعد بیاد بره تو بروکر، بعد دوباره بیاد ارسال بشه به ورکر. اگه بخوایم این رو ترسیمش کنیم، این ریکوست میاد و برمیگرده به اسکیجولر ما و اسکیجولر مجدد این رو میفرسته توی بروکر که مجدد بیاد و وارد عملیات ریترای بشه.
این میشه اون فرایندی که وقتی که یک ریکوستی از بانک یا از اون مقصد ما تایم اوت میگیره یا اون ریسپانس ساکسسفول رو نداریم. حالا میریم سراغ ادامه سناریومون. وقتی ارتباط با بانکمون تایم اوت میشه، وضعیت در واقع نامعلومه. ممکنه که تراکنش توی بانک اعمال شده باشه یا نشده باشه. قبل از ریترای مستقیم اگر PSP امکان کوئری وضعیت رو بده، همون اول وضعیت رو باید چک کنیم. اگر PSP تایید کرد که پرداخت انجام شده، وضعیت میشه همون ساکسسفول که گفتیم. در غیر این صورت ریترای با اکسپوننشال بکاپ و جیتر و حداکثر تلاشمون رو میکنیم تا این وضعیت رو هندل کنیم. اکسپوننشال بکاپ در واقع به صورت نمایی فاصله زمانی هر بار ریترای رو بیشتر میکنه. اگر مثلا با اولین ریکوست یا اولین اتمپتی که داره انجام میشه فیل بشه، بعدیش با فاصله زمانی بیشتریه، مثلا 3 ثانیه، بعدیش مجددا از اون بیشتره، انقدر بیشتر میشه تا به یک آستانه‌ای برسه. وقتی که به اون آستانه رسید، اون ریکوست از اون صفی که هست یا از اون لاینی که داره مجدد میاد و واردش میشه خارج میشه و میره توی DLQ و DLQ هم میره برای حالا یا تیم کال سنتر یا ادامه فرایند، اگر که اون فرایند براش نوشته شده باشه که با این ریکوست یا درخواستی که فیل شده چطور باید رفتار کرد. اینجا یه نمونه خوبش رو نوشته. اولین اتمپتش احتمالاً کمتر از زمان 500 میلی ثانیه بوده و دومین اتمپتش حدود 250 میلی ثانیه و تلاش بعدیش نزدیک 500 میلی ثانیه و تلاش بعدیش نزدیک به 700 میلی ثانیه و آخرین تلاشش روی 1.5 ثانیه است تقریبا یا 1500 میلی ثانیه. اگر به صورت خطی بخوایم بگیم که اینجا توی این نمونه داره خیلی خوب آورده، توی 5 بار اتمپت یا تلاشی که داره میکنه ماکسیموم 500 میلی ثانیه است و این 500 میلی ثانیه و این فاصله زمانی خیلی کم باعث ایجاد لود روی سیستمتون میشه. اگر هم سیستمتون توی یک کمپینی باشه یا یک حالت خاصی باشه که لود زیادی روشه، همینجوری این ریترای های بدون برنامه کلا همه چی میزنه میترکونه. خب برمیگردیم این سراغ همون فرآیندی که داشتیم طی می‌کردیم. الگوریتم ریترای ما از اکسپوننشال بکاپ استفاده میکنه که بین هر بار ریترایی که داره انجام میشه فاصله رو به صورت نمایی بیشتر کنه. برای جلوگیری از همزمانی زیاد ریترای ها از جیتر داریم استفاده میکنیم، یعنی هر تأخیر به صورت رندومه و به صورت کاملا رندوم اتفاق میفته. یک نمونهش رو بخوایم بگیم، اینجا بکاپ الگوریتمی رو داره نمایش میده که با استفاده از جیتر بوده. وقتی که جیتر نداشته باشیم این خط بنفشه است، وقتی که جیتر داشته باشیم اون جیتر این خط آبی است و اگر اکسپوننشال باشه این خط سبزه میشه و تفاوتشون به صورت کاملا مشهود مشخصه. خب دوباره برمیگردیم میریم سراغ نمودار خودمون. خب اینجا ما یه DLQ رو اولش گفتیم و گذاشتیمش کنار. اگر تلاشای زیادی کرد و هر بار ریترایش ناموفق بود، در آخر بعد از اینکه به اون آستانه رسید اون ترانزکشن یا تراکنش رو میفرستیم بره توی DLQ. معمولا اپراتورمون اون رو بررسی میکنه. برای UX بهتر اینجا میتونیم یک نوتیفی برای اون پرداخت کننده یا اون فردی که حالا یوزر ما بوده ارسال بکنیم تا از وضعیت ریکوستش با خبر بشه و تجربه خوبی رو براش داشته باشه. اینکه یهو ریکوست کلا بره هوا و ندونه چی شد که پرداخت شد یا نشد خیلی تجربه بدیه، خصوصا اگر رقم بالا باشه. بریم سراغ مقیاس پذیریمون، چیزی که اول بحث گفتیم. برای این موضوع مقیاس پذیری، برای رسیدگی به تراکنش‌های خیلی زیاد توی یک زمان کوتاه از پارتیشن کیو میتونیم استفاده کنیم و یک پول از ورکرها ایجاد کنیم که قابلیت اوتو اسکیل داشته باشن. نکته خیلی مهم اینه که توی قسمت API که گفتیم یک ریت لیمیتی باید ما بذاریم. یک ریت لیمیتر که بین ورکر و PSP مون
باشه تا از اوورلود و احتمالاً بند شدن توسط اون PSP هم جلوگیری کنیم. پس ما اینجا باید یه چیزی هم اضافه کنیم به اسم rate limiter و بگیم has rate limiter. اینجوری دیگه هر ریکوستی همینجوری مستقیم بدون ریت لیمیتر به سمت PSP اون ارسال نمیشه که از بند شدن اون هم جلوگیری میکنه. خب اینجا اون موضوع آیدم پتانسی هم میتونیم مجدد بهش اشاره کنیم که وقتی اومدیم اینجا یک کلیدی رو ساختیم که یونیک باشه و تو دیتابیسمون ذخیره میشه و یونیک دی بی کانسترینت که این رو هم بعدا میتونیم توی ردیس هم ذخیره کنیم. پس اینجا میتونیم دوباره یک ردیسی هم داشته باشیم. من یه باکس ایجاد میکنم، اسمشو میذارم ردیس، رنگش هم قرمز میکنم. خب ما اینجا با استفاده از ترکیب آیدم پتانسی کی با یک یونیک کانسترینت و آوت باکس پترن و همچنین ریترای با اکسپوننشال بک آف به علاوه جیتری که صحبت کردیم درباره‌اش و همچنین ایجاد یک DLQ برای ریکوست هایی که کاملا فیل شدن و از اون آستانه ریترای عبور کردن، تونستیم یک سیستم امن، کاربرپسند و مقیاس پذیری رو پیاده کنیم برای موضوع پرداختمون. شاید این موضوع مانیتورینگ چی شد؟ خب مانیتورینگ ما حتما باید در تمام این فرایند یک تریس آیدی داشته باشه که بعدا اگر تیم کال سنتر میخواد پیگیری انجام بده یا تیم دیتا میخواد یه کاری انجام بده که بتونه تجربه کاربر رو بهتر بکنه و صراحاً روی دیتا بعداً تصمیم گیری ها انجام بشه، روی کل این پروسه یک تریس آیدی باید ایجاد کنه که از وضعیت اون ریکوست تو هر مرحله با خبر باشه. ما چند تا ایج کیس رو هم نیازه که بنویسیم و داشته باشیم. خب ایج کیس همون چیه؟ ایج کیس همون یکیش تایم اوت بود که قبل از ریترای دوباره کوئری وضعیت اون ترانزکشنی که برای PSP ارسال شده رو اگر که رفرنس داریم ازش بگیریم و مطلع بشیم تا از اپلیکیشن جلوگیری کنیم. موضوع دیگه که خب بهش اشاره کردیم بحث کنترل کانکارنسی توی دی بی مونه. با استفاده از یونیک کانسترینت تونستیم این موضوع رو هندل کنیم. حواستون باشه که از لاک‌های نرم افزاری نمیتونیم اینجا استفاده بکنیم، خصوصا برای انجام عملیات بانکی. موضوع لاک ها مثل پسیمیستیک لاک یا اپتیمیستیک لاک توی سناریوهای دیگه‌ای میتونه بهمون کمک کنه و باعث بشه به اون مسئله‌ای که برخوردیم راحت‌تر حلش کنیم. مورد خیلی مهمتر که این رو آخر گفتیم بحث تریس آیدیه که میره توی موضوع مانیتورینگ که بدونیم این ریکوسته چه بلایی سرش اومده تو هر کدوم از این مرحله، اصلا فیل شده یا ساکسس شده یا چه اتفاقی براش افتاده. حتما باید این لاگا رو داشته باشیم. و آخرین موضوع بحث نوتیفای کردن یا اینفورم کردنه برای همون موضوع DLQ که اومدیم و ریکوست هایی که کلن از اون آستانه عبور کردن و گذاشتیمشون توی یه جایی که حالا یا تیم کال سنتر یا تیم حالا اون اپریشن، هر کسی که حالا مسئول اون ریکوست هاست و باید بره بهش رسیدگی کنه بره و ازشون استفاده بکنه و وضعیت این ریکوست و ترانزکشن ها رو مشخص کنه. اینجا اون چیزی که ما حالا به صورت خیلی سریع مثلا و چک نویستور اینجوری میایم و می نویسیمش، اینجا من اومدم این سناریو رو خیلی ترتمیزتر و مرتب آوردم و نوشتمش که بدونید دقیقاً
ابتدای فرایند از کجاست و هر فرایندی، هر ریکوستی چه نتیجه‌ای داره، که شروع این ریکوست از یوزر و با استفاده از متد پست روی اون API که هست و ارسال یک آیدمپوتنسی کی، که این آیدمپوتنسی کی یک موضوع فوق‌العاده مهمیه توی بحث فینتک و تراکنش‌ها و پرداخت. میاد و ریکوستش رو ارسال میکنه، API میاد و یک رکوردی رو توی دیتابیس ما ایجاد میکنه بر اساس وضعیت موجود بودن اون آیدمپوتنسی کی. یک درخواستی هم میاد و داخل آوت باکس ما بر اساس اون پیمنت آیدی ایجاد میشه. خب اینجا ما برای کاربر میایم و یک ریکوست 202 میفرستیم و تمام. میگیم که آقا پرداخت شما در حال پردازشه و منتظریم که از PSP مون و این ادامه فرایندی که اینجا ترسیم کردیم نتیجه رو بگیریم و بعدش کاربر رو مطلع کنیم. بعد گفتیم که میاد داخل آوت باکس و از آوت باکس هم توسط میسیج بروکر یک جابی هندل میشه و این جاب توسط اون ورکر ها میاد گرفته میشه از میسیج بروکر ما و اونم میره سراغ انجام دادن این جاب. حالا این جاب چی بود؟ این جاب این بود که بیاد بره سراغ API بانکی و حواسمون هم هست که روی این لایه ما یک ریت لیمیتری گذاشتیم بین ورکر و PSP بانکمون. یک ریت لیمیتره تا از بند شدن توسط اون بانک جلوگیری بشه. میاد و این ریکوست رو میفرسته برای بانک و حواسمون هم هست که دوباره اینجا آیدمپوتنسی کی رو نیاز داریم. اینجا فرض میکنیم که توی یک فرایندی بانک میاد و 200 میده و این 200 میاد و بر میگرده به ورکر. از ورکر هم استاتوس ساکسس توی دیتابیس پیمنتمون میشینه و تغییر استاتوس رو داریم. یک سناریو هم اینه که بیاد و تایم آوت بده یا خطای 500 بده یا هر چیزی که غیر از 200 باشه. اینجا آپدیتمون وضعیتش عوض نمیشه، فقط میره توی وضعیت تلاش، همون موضوع اکسپوننشال بکافی که گفتیم و میاد با استفاده از زمانبندیه که براش مشخص کردیم توی اون زمانها و تلاشها مجدد این ریکوست رو میفرسته تا اونجایی تلاش میکنه که این اتمپتا بیشتر از اون ماکسیموم یا اون آستانه‌ای باشه که براش تعریف کردیم. وقتی که از اون بیشتر شد اون ترانزکشن رو میفرسته به سمت DLQ و وضعیت اون ترانزکشن داخل دیتابیس عوض میشه و از اینجا از ورکر میره سمت اپریشن و این میشه کل اون فرایند هندل کردن همچین سناریویی در یک سیستم فینتکی و پرداختی. خب اینجا اومدیم یک شمای فنی و استپ بای استپ از فرایندها خارج از یک تایملاین زمانی شکلش رو کشیدیم. شروعش از یوزر یو آی یا همون فرانتمونه، بعد میاد ریکوست رو میزنه میده API گیتوی، از اونجا با توجه به اون آیدمپوتنسی کی وارد دیتابیسمون میشه، بعد تو مرحله بعدی همون ریکوست وارد آوت باکس تیبلمون میشه. اینجا پابلیشش میکنیم توی میسیج بروکر، از میسیج بروکر میره سراغ ورکر مخصوص پیمنت هامون. بعد از اینجا هم ادامه فرایند توی سیستم بانکی و دریافت ریسپانس، هندل کردن اون ریسپانس با توجه به وضعیتی که داره، آیا نیاز به ریترای داره یا نداره، و بعد ریپابلیشش مجدد توی میسیج بروکر برای وضعیتی که ناموفقه و اگرم از آستانه گذشت وارد DLQ مون میشه و اینجا هم میره سراغ هندل کردن منوال یا منوال ریویو که توسط تیمای دیگه انجام میشه.